قلبی یکی از شایع‌ترین بیماری‌هایی هست که در میان افراد وجود داره. عوامل خطر ابتلا به بیماری قلبی زنان و مردان باعث التهاب و تحریک پوشش داخلی عروق کرونر میشه. با گذشت زمان کلسترول موجود در جریان خون میتونه در مناطق ملتهب جمع شده و تشکیل پلاک رو آغاز کنه و قطر شریان رو باریک کنه. اگر شریان 40 تا 50% باریک بشه، جریان خون به اندازه‌ای کاهش می‌یابد که باعث ایجاد علائم آنژین یا درد قلب و دست چپ میشه. در برخی شرایط پلاک میتونه پاره شده و منجر به تشکیل لخته خون در شریان کرونر بشه. این موضوع مانع از رسیدن خون غنی از اکسیژن به عضله قلب میشه و قسمتی از عضله قلب که بعد از انسداد قرار داره شروع به مردن میکنه. این وضعیت سکته قلبی هست. اگر زمان تشخیص سکته قلبی به موقع نباشه، قسمت آسیب دیده عضله نمیتونه دوباره زنده بشه و در نهایت میمیره. در مواردی هم اگر عضله قلب به شکل کافی خون رسانی نشه، تحریک پذیر میشه و ممکنه تکانه‌های الکتریکی رو به طور طبیعی هدایت نکنه. این عارضه ضربان قلب نرمال رو مختل کرده و میتونه منجر به ریتم الکتریکی غیر طبیعی قلب از جمله تاکیکاردی بطنی و فیبریلاسیون بطنی بشه. آریتمی‌های قلبی با مرگ ناگهانی قلب همراه هستند. اگر درد یا احساس ناراحتی قفسه سینه، تنگی نفس و سبکی سر رو تجربه می‌کنید، میتونه نشانه‌های حمله قلبی باشه و زندگی شما رو تهدید کنه. اگر عوامل خطر مربوط به انواع بیماری قلبی برای شما زیاد بوده یا پزشک احتمال هر نوع ناراحتی قلبی رو بالا میدونه، حتما باید سبک زندگی خودتون رو تغییر داده و برای بررسی دقیق به متخصص قلب مراجعه کنید. بیماری عروق کرونر از شایع‌ترین و خطرناکترین بیماری‌های قلبیه. وقتی عروق به عضله قلب خون میرسونن، با پلاک مسدود میشن، بیماری عروق کرونر ایجاد میشه. این امر باعث سفت و سخت شدن عروق قلبی میشه. هنگامی که دیواره داخلی شریان آسیب ببینه، رسوبات چربی ساخته شده از کلسترول و سایر مواد زائد سلولی تمایل به جمع شدن در محل آسیب رو دارن. این فرآیند بیماری تصلب شرايين یا گرفتگی رگ قلب نامیده میشه. اگر سطح پلاک شکسته یا پاره بشه، سلول‌های خونی به نام پلاکت در محل جمع شده و سعی در ترمیم عروق دارن. این توده میتونه شریان رو مسدود کرده و منجر به حمله قلبی یا حالت شبیه به اون به نام سندرم قلب شکسته بشه. سندرم قلب شکسته نوعی بیماری قلبیه که در اون قسمت‌های انتهایی و میانی بطن چپ دچار اختلال در پمپاژ خون به آئورت میشن. تجمع پلاک میتونه این عروق رو باریک کرده و باعث کاهش جریان خون در دریچه‌های قلب بشه. بیماری عروق کرونر توسط عوامل مختلفی چون سیگار کشیدن، فشار خون بالا، کلسترول بالا، مقاومت به انسولین یا دیابت، بی‌تحرکی و رژیم غذایی ناسالم ایجاد میشه. داروهایی چون آسپرین، داروهای کاهنده کلسترول، مسدود کننده های بتا، مسدود کننده های کانال کلسیم، نیتروگلیسرین، مهار کننده ACE و مسدود کننده گیرنده آنژیوتانسین 2 برای درمان انواع مشکلات قلبی استفاده میشن. از انواع بیماری های قلبی میتونیم به نقص مادرزادی قلب اشاره کنیم. بسیاری از نقایص مادرزادی قلب علائم و نشانه های کمی ایجاد میکنن یا هیچ علائمی ندارن. اغلب اونها تا زمانی که کودک بزرگتر میشه تشخیص داده نمیشن. نقایص شدید قلبی در دوران بارداری یا بلافاصله بعد از تولد پیدا میشه. از علائم نقص مادرزادی قلب میتونیم به تنفس سریع و پی در پی، سیانوز، خستگی، مشکل در تغذیه، وزن کم هنگام تولد، درد قفسه سینه، تأخیر در رشد و گردش خون ضعیف اشاره کنیم. از عوامل خطر بروز نقص‌های مادرزادی قلب میتونیم به اختلالات ژنتیکی در جنین، سرخچه، دیابت در مادر، مصرف الکل و کشیدن سیگار، بیماری‌های مادرزادی قلب به وسیله معاینه و گرفتن شرح و حال، نوار قلب، اکوکاردیوگرافی، عکس اشعه ایکس از قفسه سینه، آنژیوگرافی، CT اسکن قلب، تست بیماری قلبی آنلاین و MRI اشاره کنیم. آریتمی به ضربان قلب نامنظم اشاره داره. این اتفاق زمانی رخ میده که تکانه‌های الکتریکی هماهنگ کننده ضربان قلب به درستی کار نکنند. در نتیجه قلب ممکنه خیلی سریع، خیلی آهسته یا نامنظم بتپه. این بیماری یکی از انواع ناراحتی قلبی در نوجوانان و مشکلات قلبی در جوانان هست. همچنین از انواع بیماری قلبی میتونیم به کاردیومیوپاتی اتساعی اشاره کنیم. در کاردیومیوپاتی عضله قلب کشیده و نازک میشه. در نتیجه قلب ضعیف شده و نمیتونه خون رو به درستی پمپ کنه. این امر میتونه منجر به آریتمی، لخته شدن خون در قلب و نارسایی قلبی بشه. این بیماری بیشتر در بزرگسالان 20 تا 60 سال دیده میشه. بسیاری از افراد مبتلا به کاردیومیوپاتی اتساعی هیچ علائمی ندارن. در واقع این بیماری یکی از انواع بیماری قلبی بدون علامته. چنانچه لخته خون از جای خودش حرکت کنه، میتونه وارد عروق مغزی بشه و باعث سکته مغزی بشه. لخته خون همچنین میتونه مانع جریان خون به ارگان‌های شکمی یا پاها بشه. یکی دیگر از شایع‌ترین بیماری‌های
قلبی سکته است. سکته قلبی به معنای قطع جریان خون به قسمتی از قلب یا کل قلبه. این موضوع میتونه به بخشی از عضله قلب آسیب برسونه یا اون رو از بین ببره. شایع‌ترین علت حمله قلبی ایجاد پلاک یا لخته خون در شریان کرونر هست. همچنین اگر یک شریان به طور ناگهانی تنگ بشه یا دچار اسپاسم بشه، سکته قلبی رخ میده. تشخیص سکته قلبی با علائمی مانند درد قفسه سینه، درد بالاتنه، تعریق، حالت تهوع، خستگی، سبکی سر یا سرگیچه و مشکل در تنفس امکان پذیر هست. عوامل خطر سکته قلبی هم عبارتند از سن، سابقه خانوادگی بیماری قلبی، فشار خون بالا، چاقی، دیابت، نژاد، سیگار کشیدن، کلسترول بالا، چاقی، ورزش نکردن، رژیم غذایی نامناسب، مصرف الکل و استرس. از دیگر انواع مریضی قلبی نارسایی قلبیه. وقتی فردی دچار نارسایی قلبی میشه، قلب همچنان به فعالیت خودش ادامه میده، اما اونطور که باید کار نمیکنه. نارسایی قلبی میتونه ناشی از بیماری شریان کرونر درمان نشده، فشار خون بالا، آریتمی و سایر بیماری ها باشه. این شرایط میتونه بر توانایی پمپاژ قلب تاثیر بذاره. نارسایی قلبی میتونه تهدید کننده زندگی باشه، اما تشخیص و درمان زودهنگام نارسایی قلب میتونه از بروز عوارض جلوگیری کنه. اگر نارسایی قلبی ناشی از حمله قلبی باشه، فرد ممکنه درد قفسه سینه داشته باشه. دکترتون مراقب سلامتی شماست. بیماری قلبی یکی از شایع‌ترین بیماری‌هایی هست که در میان افراد وجود داره. عوامل خطر ابتلا به بیماری قلبی زنان و مردان باعث التهاب و تحریک پوشش داخلی عروق کرونر میشه. با گذشت زمان، کلسترول موجود در جریان خون میتونه در مناطق ملتهب جمع شده و تشکیل پلاک رو آغاز کنه و قطر شریان رو باریک کنه. اگر شریان 40 تا 50% باریک بشه، جریان خون به اندازه‌ای کاهش می‌یابد که باعث ایجاد علائم آنژین یا درد قلب و دست چپ میشه. در برخی شرایط پلاک میتونه پاره شده و منجر به تشکیل لخته خون در شریان کرونر بشه. این موضوع مانع از رسیدن خون غنی از اکسیژن به عضله قلب میشه و قسمتی از عضله قلب که بعد از انسداد قرار داره شروع به مردن میکنه. این وضعیت سکته قلبی هست. اگر زمان تشخیص سکته قلبی به موقع نباشه، قسمت آسیب دیده عضله نمیتونه دوباره زنده بشه و در نهایت میمیره. در مواردی هم اگر عضله قلب به شکل کافی خون رسانی نشه، تحریک پذیر میشه و ممکنه تکانه‌های الکتریکی رو به طور طبیعی هدایت نکنه. این عارضه ضربان قلب نرمال رو مختل کرده و میتونه منجر به ریتم الکتریکی غیر طبیعی قلب از جمله تاکیکاردی بطنی و فیبریلاسیون بطنی بشه. آریتمی‌های قلبی با مرگ ناگهانی قلب همراه هستند. اگر درد یا احساس ناراحتی قفسه سینه، تنگی نفس و سبکی سر رو تجربه میکنید، میتونه نشانه‌های حمله قلبی باشه و زندگی شما رو تهدید کنه. اگر عوامل خطر مربوط به انواع بیماری قلبی برای شما زیاد بوده یا پزشک احتمال هر نوع ناراحتی قلبی رو بالا میدونه،